سلام بچه، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من، یعنی چنل خودتون اورکس گیم. دارم هر جای دنیا از این حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه. دوستان عزیز، ما الان در ویدیوی سوم چنل من قرار داریم. بک‌گراند داره، ببینید، خدای ببینید، همه چی عالی. دوستان عزیز ببینید، دو تا ویدیو قبلی کانال مال یه گیم بود، وار تاندر، و یه طورایی برای اولین ویدیو کانالم وقتی گذاشتمش وار تاندر پارت 1 بازدید بدی نخورد، 60 بازدید. و دومی اصلا تا به الان که گند زده و نه بازدید خوبی خورده، نه لایک و کامنت خوب، و دیگه همینا. امیدوارم حداقل این یکی بازدید بخوره، امیدم به اینه. بچهای عزیز، دوستان گلای گلاب، آقا ما قراره بیایم الان بازی این بازی ها بایستید بخونید. این بازی الان یه چند وقتی هست که در رومود قرار داره و تمام پلیرهای ایرانی ندیدن، فعلا خارجی دارن این بازی پلی میدن. شاید اولین نفری باشیم که میخوایم پلیش بدونم تو روبلاکس و یه گیم ترسناک و ریدمانه. من اول اومدم پلیش بدم، خودم یکم سر ازش درارم، ولی وقتی رفتم توش همون اومدم بیرون بدون که چیزی بپره تو صورتم. اصلا محیطش خیلی وحشتناک بود و هم تک نفره میشه بازیش کرد، هم گروه آنلاین. داستان بازی از این قراره که ما در جنگل روی یک چیز بلند مثل اون قرار داریم و یا خدای چرا نیومد. دفعه پیش تا زدم روش اومد. بد داره میترسونه منه. ترسیدی دیدمت، ترسیدی دیدمت. حالا داستان این بازی از چه قراره؟ دوستان عزیز، ما رو این چیز دراز قرار داریم و این آدم کله چیزی که اینجاست چیزش کرده تو کلش، یعنی این خدا، اون آدمی که رو اون برج مراقبت قرار داره مایم، و این چیز کله مثلثی اینجا که روش مثلثه یک آدم شیطان پرسته و ما باید از اون بالا اینا رو چی بهش میگن، جاسوسی شونو بکنیم. و آره دیگه، و این یارو هم نباید بفهمه چون میاد دهن هممون سرویس میکنه. اومد. خب دوستان عزیز، این از محیط گیم. چه بازی شروع نشده، باید روی میز مثلا ببینید این گیم الان چند نفره است. خب می الان مثلا 4 نفره، نه فکر کنم رفتن تو بازی. اینم ای بابا، اینم 2 از 2 پره. اینم که میز تک نفره است و ما الان میتونیم روی تک نفره یا 2 از 2 بشینیم. نه اصلا نه با یک شخص بریم، ولی ترسش کمتره، ولی تک بریم ریدمان خالصه. ولی مثلا جالب هم هستین. اینا نمیخوانن روی میز بلنشن. بچه بیا اینجا. اوی چهار نفر اینجا. الان واقعا نمیدونم باید چی بگم. حرومزاده یا بلند نمیشن برن، ما بریم. داره پیام میده، خب گمشو برو دیگه. داداش منم بیام، بذار منم بیام. خب بشینیم بریم. با دختر من میشینم. بشین بابا، بریم بیا. اوه بشین.
بشین دختر تو جان من بشینید. رفتم. خب بشینید، من ریدم دهنتون. بشین بریم داداش. گنگ با وایسیم. راحت 5 دقیقه الان به تو لابیم. ما که رفتیم تک نفره بریم. ما که همه جا سینگل بودیم، اینجا هم سینگل باشیم. البته پسرم میتونیم بریم. نه بذار من برم، جان من بذار من برم. خب بریم دوستان عزیز. ما تا 10 ثانیه دیگه وارد گیم میشیم. تو این فاصله زحمتی نمیشه براتون اگه ویدیو رو لایک و چنل رو ساب کنید. خیلی هم به من انرژی میده. و ما اومدیم. گرافیک وایب بازی ببینید. Welcome to your first night. به شب اول خوش اومدید. استار بچین چه رادیو. خب رادیو رو بریم روشن کنیم. خب ما اینجا سه چرت و پرت داریم که میتونیم برداریم. ماسک میتونیم برداریم که خدا شاهده نمیدونم به چه درد میخوره. پس اسلحه رو برداریم. 4K روباکس میخواد اسلحه رو برداری. 4K میخواد دیگه. ضایع نشیم. 45 تا میخواد. جا روباکس دوبل داره. ما ریدم داره. و ما 2 تا چیز داریم دیگه. یکی چراغ قوه است و یه دونه ماسکه که واقعا نمیدونم به چه درد میخوره و خدای الان مانده ام. اینم نمیدونم چی. اینم چیز انرژی. اینه رادیو. دفعه پیش این رادیو روشن شده صدای بی باش اومد، ریدم و بازی بک دادم. و الان تو اتاق تنگ. خدا ما رفیق نداریم بیاد ما گیمز. موهای ترم سیخ شده ها، میبینید؟ آره حتما میبینن. من ریدم. No name miss ها؟ فلور یعنی گل. آبان با من از این بازی ها نکنید. ببنده رو بگید. ببنده رو تو از این مثل که تا اینجا ویدیو رو تماشا. ای بابا آقا نمیشه همینجا بازیم بدرزیم. الان من واقعا ریدم. آقا اشکال نداره بچه ها منتظر کار هیجان انگیزن. خب دعوت با اون کلیدم چراغ خاموش روشن میشه. خب بگیر دستت بریم. امیدوارم صدای خودمون باشه. این چه گویی اومد بچه ازی. واقعا عذر میخوام ازتون. 1 دقیقه من اینو بدم بره. خب بریم. در رو ببند. نه 1 دقیقه بچه جان من اینجا رو نگاه کنید. ببینید الان من چی دیدم. 1 دقیقه. اینا توی مغازه کشیدم. البته دوزینم مال فامیلمون بود. بعد من طرح زدم الان دیدمت ریدم. چطوری؟ آقا اسم مشتباست بچه‌ها.
با مشتبه گیم ترسناک بگیریم. مشتبه چه خبر؟ چه عزیز مشتبه رو ببینید. مشتبه جان پلی میدید قربونش. مشتبه رو میذاریم اینجا. منم کم فاضل فقط خوبه وسط که میدافع و چشوی مشتبه تکون بخوره. استاد عزیز خوش یعنی کلیر فهمیدین چی گفت؟ کلیر یعنی دشمن، یعنی یه چی اینجاست. ریدم من الان. یه دقیقه مشتبه جان بیا برو سر جان من همین جویشم ریدم. ندی بدتر بهش. مرسی عزیزم. چون دوباره اومدیم بچه های بود بریم پایین تا پایین برج بریم. هرچی دیدیم دیگه فوقش میپره تو صورتمون و به چخ میریم. نه خب من جلو الان نمیبینم. از این نمیتونیم دوشیم از اینجا. گیر کردیم. نه نمیشه بچه ها. پس یعنی تمام کارهایی که ما باید بکنیم داخل این برج است. خوبه. یا ابوالفضل گوشیم داره فیلم میگیره وگرنه تو در باید باز شقایدتم. ولی اصلا من نمیدونم این ماسکا به چه دردی میخورن. یه چیزی بچه براتون عجیب نی؟ چرا داخل اتاق باید کلید روشن خاموش کردن برق باشه؟ نامه از چیه؟ او باید این نامه ها رو گویا روی زمین جمع کنیم و بعد به چخ بریم و اینجا رو باید تمیز کنیم. انگار ما نگهبان یک پارک جنگلی هستیم. پس کلیر هم اون نامه ها بودن و اینجا خب Multiple people have gone missing over the past few days. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Try to stay inside if possible. Share not the last. من هیچ از حرفا نمیفهمم. ندارم رو باکس ندارم. علامت سوالا چیه؟ بابا
خب باب اسفنجی کی داره بشینیم باب اسفنجی نگاه کنیم؟ شوخی نمی کنم حاجی، ریدم. الان میگه باید بری بیرون. بابا چرا من بیام گیم ترسناک؟ نه خدایی چرا من باید بیام گیم ترسناک؟ بابا الان من ریدم. خدایا جی من نمیرم پایین. بعد بعضا باگی میخوره بازی، صدا پای خودم رو مثلا تکرار میکنه در حالی که من وایسادم، من میرینم بدتر. آجی ریدم. الان من باید چیکار کنم؟ آی خدا. چه از من میترسم، من اترسم، من زیاد مترسم. اگه بیرون اینطوری روشن باشه هیچ مشکلی ندارم. میریم. من نیستی راجب خودم بگم، از گیم های ترسناک متنفرم، ولی عاشق فیلم های ترسناکم. متنفر نیستم اما میترسم، اصلا نمیتونم بازی کنم. باید یکی بابا صدا تق تق میاد از در خونم. واو. من ریدم. نه خدا شاهده کنتورش باید چرا اینجا باید باشه؟ دوستان عزیز بچه‌های گل، بعد از این 100% میرم من کافه محلم و کل قسمت های چیزی میگیرم. با اسفنجی میزنم تو گوگل. با اسفنجی خوب بچه، با اسفنجی ببینید. اگه سیستمتون ضعیف و بازی ترسناک رو دوست دارید امتحان کنید یا اصلا خیلی دوست دارید، روبلاکس بهترین گزینه است. تنها با گیم ترسناکش هم این نیست و کلی گیم های ترسناک بیشتری هم داره. ممنون اسپانسرمون روبلاکس. همه آقای گل. آقا یه چی نشونتون بدم. خدای لرزش دستا معلومه؟ نه حالا برام هم داره میلرزه دستا، مثلا دیدی داره میلرزه. واسه دورمون یه چک بکنم من جان. بابا نور رو روشن کن اینجا، دور برم چه تاریکه. بچه هیچ وقت نگهبان نشید. نگهبان پارک جنگلی، نگهبان ساختمون نشید. من نمیفهمم این چیه این 1 تا 7. فکر کنم سیستم دفاع اینا را میندازه، مثلا سیستم دوربینا. رادیو فد فولور چی بچه ها؟ فرول مارک یو مای تو دا ترند. انگلیسی یکم حالیم میشه خدای شاهده. این چرا باز نمیشه؟ سه بدی بهم میده. خدا جان زنیتسو برم کنید.
دوستان عزیز الان واقعا موندم چیکار کنم. خب ویدیو رو اینجا تموم کنم، خیلی خشک و خالی احساس میکنم تموم شد. پس اینم بریم بابا. وایس من یه چیزی بخوام به انگیزه بده. شجام گنه منه شجا هیچ. مثلا یه چیزی الان میاد تو ذهنم انگیزه بهم بده. ماه مهر بهترین انگیزه. انقدر اعصابت خورد میشه اونم بیاد جلو وان شاتش میکنی با دست. مستر وان شات هم من آخه. آقا بچه اگه گیم‌های موبایل هم میخوان حتما تو کامنت ها بهم بگید. الان من خب این چی که چراغ قوامه. الان درست شد چراغ قوام نشونه خوبی نی. توی صاف گرفتش نشونه اصلا خوبی نی. ماسک چی میگه خدایی؟ چیه این؟ خودمونه میکنه هیولا؟ نمیدونم. خب الان ما باید بریم کجا؟ اینطوری که فهمیدم زیر اینجا و یه دکلی مکلی چیزی باید درست کنیم. لپتاپمون هم بزنیم قد شارژ. ما چای گل ما لپتاپ داریم، سیستم قرار بقیان. راسته این راجع گفتم دیروز تو ویدیو دیروز گفتم کیبورد میخرم، ولی کنسل شد چون قرار سیستم بخرم. او البته 2-3 برجیگه مثلا 3 سال دیگه. فعلا یه طوری با این تحمل کنید شما، دستتون درد نکنه. گیم رو احساس میکنم قبلا بازی کردم. افتادیم پایین و الان خیلی خوشحالم که افتادیم پایین. وای خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شاهده، یعنی این بیاد یارو بیاد. بابا یعنی چی؟ خب یه مسیرت هموارتر و بهتر درست. خدایی دیدین اونو؟ وای 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 وای. بچه من الان صدا دارم تولید کنم، صدا این ور اون ور نیاد. با دستام داره میلرزه. احساس میکنم این با موسیقی بود آسان تر الان دسته بود. بعد پا چراغ ور نمیگیره پایین دیوز. با دسته رو میزنی یه دفعه میره. All you need to do is hold the lever down until the button turns green. Once it does, you need to get out of there, fast. The boards you are standing on aren't designed to hold weight for more than a short period of time. بابا ما رو مجبوره که لب. خدایا خدایا خدایا. دو شب درت واز بوده. وای خدا. در رو ببند، دست خوبی ندارم به و همچنان واو
کافیه. 25 دقیقه ویدیو شد. بچهای عزیز خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من اومدید و اصلا صدام گرفته. صدام بالا نمیاد. دوستان عزیز خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین و اگه شبای بیشتری از این میخواین حتما توی کانال رو توی بخش کامنت ها به هم بگید، چون من اگه درخواست کنید حتما میام و چون درخواستی بوده 100% میام. و یه چی دیگه، اگه از به دستم رفت کرد، اگه از این ویدیو خیلی خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید که به 10 تا فالوور برسیم و خیلی ممنون. اگه اون 60 نفر که ویدیومو دیدن یه ساب میکردن الان من ویدیوم واقعا خوب پیش میرفت و خیلی حال میداد، بهم انرژی بهم میداد. ولی خب دست همه‌ای که کسایی که کامنت گذاشتن، کسایی که لایک کردن، دستشون واقعا درد نکنه، خیلی به من انرژی دادن. پارت های دیگه هم از این ویدیو میخواد حتما توی کانال و بخش کامنت ها به هم بگید. اگه از وار تاندر چیزی جا مونده یا چیزی نفهمیدم یا این بازی رو بازی کردید یا من جایش اشتباه رفتم حتما توی کامنت ها به هم بگید و تا ویدیوهای بعد دوستتون دارم. خداحافظ.